تحلیلگرا و تریدرها همیشه در حال تحلیل کردنن و سعی میکنن با نمودارهای مختلف خیال خودشون رو از وضعیت و پیشبینی بیت کوین راحت کنن. یکی از این نمودارها نمودار رنگین کمانی بیت کوینه که با انواع و اقسام رنگ‌ها وضعیت قیمت و روند بیت کوین رو بهتون نشون میده و بهتون میفهمونه که بیت کوین الان توی چه شرایطی قرار داره. نمودار رنگین کمان بیت کوین یه جور نموداره که از چند تا رنگ رنگین کمان استفاده کرده تا وضعیت قیمت بیت کوین رو توی بازه‌های مختلفی بهتون بفهمونه. این نمودار مثل یه رنگین کمان میمونه که هر رنگش نشون دهنده شرایط متفاوت از بازاره. از آبی و سبز گرفته تا نارنجی و قرمز، هر کدوم یک چیزی رو به ما میفهمونن. حالا بذارید ساده ترش کنم. آبی و سبز یعنی قیمت بیت کوین توی این بازه و توی این حالت خیلی پایینه و وقت خریدن و انبار کردنه. این موقع بهش میگن پایین بخرید و بالا بفروشید. اما بعد آبی و سبز قیمت وارد رنگ‌های زرد و نارنجی میشه. این قسمت‌ها نشون میده که قیمت داره بالا میره و باید بیشتر حواستون رو جمع کنید. مردم کم کم دارن احساسات به سراغشون میاد و احتمالاً به فکر فروش میافتن. اما توی رنگ قرمز یعنی بیت کوین واقعا گرون شده و همه دارن توی هیجان بیت کوین رو خرید و فروش میکنن. انگار نمودار میگه فروش کن چون ممکنه به زودی بازار برگرده و قیمت بریزه. چرا این نمودار به درد میخوره؟ نمودار رنگین کمان خیلی ساده نشون میده که الان کجای بازاریم. اگه توی قسمت سبز و آبی باشه شاید وقت خرید باشه و کف قیمته، ولی اگه توی قسمت قرمز و نارنجی باشه بهتره کمی محتاطانه عمل کنی. واقعا این نمودار به سادگی تمام کمک میکنه بفهمیم الان توی بازار هیجان انگیز ارزهای دیجیتال و بیت کوین چه خبره. قیمت‌ها واقعی‌اند یا نه حباب هستن. حواستونم باشه که این نمودار یه ابزار ساده است. 100% درست نیست. تحلیلگرا از چند تا نمودار استفاده میکنن تا نزدیک به اون 100% برسن. همیشه ارزهای دیجیتال پر از نوسانه و هیچ نموداری نمیتونه دقیقاً پیش‌بینی کنه که چه اتفاقی قراره بیفته. همراه آکادمی اوپوگیم باشید تا مطالب بروزتر و خفن‌تری یاد بگیرید و نتایج خیلی خوبی رو توی بازار داشته باشید.